اگه دوست دارین خوراک لوبیای لعابدار درست کنید و کنارش شاپوری خوشمزه داشته باشید با من همراه بشید. شاپوری یا املت قهوه خونه گیلانه که بسیار خوشمزه است و صبحانه ها سرو میشه. حتما امتحانش کنید. داخل ظرف گوشت‌کوب برقی یا خردکنتون گوجه و پیاز خرد شده به اضافه 1 قاشق رب گوجه ریخته به این صورت پورش کنید. داخل قابلمه‌تون که روی حرارت لوبیای از قبل خیس خورده پوره گوجه و پیاز رو ریخته آب میریزید در حدی که روی لوبیاها رو بگیرید، درش رو ببندید، بذارید بپزه. نیم ساعت قبل از پخت کاملش به دلخواه سیب زمینی پوست کنده و خرد شده رو اضافه کنید. در آخر نمک و فلفل، اگه دوست داشته باشید میتونید گلپرم اضافه کنید. اجازه بدید که به این صورت جا بیفته. حالا میریم شاپوری درست کنیم. داخل مایتاب روغن بریزید 1 قاشق رب گوجه، اجازه بدید رب گوجه یه مقدار تفت بخوره و رنگ باز کنه. تخم مرغ‌ها رو اضافه کنید، مخلوط کنید تا تخم مرغ‌ها ببنده و سفت بشه. بعد از اینکه آماده شد نمک و فلفل بزنید، کنارش لوبیای پخته رو بریزید بدون آب. اینم از شاپوری خوشمزه و نوش جان.